کنیم، ولی که این کار کرده است. این در خود ماشین بوده، همینطور که میبینین پر جرمه. میتونین در بیارین باز با تینر حالا یا با بنزین بشورین، تمیزشون کنین، دوباره مونتاژشون کنین. بهتره اینه که اینو خالی کنین. اینجا رو نگاه کنین، این ببینین میره داخل دوباره برمیگرده. این فنر داخلش حالا من بتونم اینو در بیارم چون یه دستم گیره. به این صورت در میادیم بیرون. این در اومد. این ته این پیستون یه دونه ساچمه خیلی ریز داره اینجا. داخل اینم یه فنر داره. این فنر میفته داخل این قطعه اینطوری. بعد اینم میفته داخل این. و باید مواظب باشین میزون بگیرین که این راحت جا بره. بعد که جا رفت این اصلا برای چی اینو بازش میکنیم که خالیش کنیم، روغن داخل این تخلیه کنیم، فقط میشه هوا. حالا بعدن که دوباره اینو مونتاژ کردین داخل همینطوری، بعد اینو گذاشتین روی اینو گذاشتین روی این، فشار میدین با یه پیشگوشتی خیلی آروم ضربه میزنین میره جا. زمانی که رفت جا اینطوری میشه، شبیه این میشه. ببینید